روز پنجشنبه صدها افسر پلیس تعیینات خاص در 20 منطقه ولایت برلین و برادنبورگ آلمان فدرالی بر ضد گروه‌های جنایی عملیات کافتوکاو و بازداشت گذرانیدند. این عملیات در نتیجه تحقیق جنجال گروه‌های چچنی با گروه عربی در ماه نوامبر سال 2020 تحریزی و اجرا شده است. در 2-3 سال اخیر شاهد آن شدیم که در برلین توجه سیاسی به جنایت‌های گروه‌های قومی همچون بخشی از گروه جنایی متشکل ارزیابی می شود. اکنون دستگیری سیاسی پیدا شد و دیگر نهادهای دولتی هم به این پدیده نظر کردند. هدف سیاسی همین است. دولت حقوقی ثابت می‌کند که هنوز هم وجود دارد. ما با جنایتکاری گسترده روبرو هستیم، زیرا مدت طولانی دولت به این مسئله توجه نمی‌کرد. دادستان این قضیه گفت که 2 نفر دستگیر شدند. او افزود که توجه مفتشان به فروش مواد مخدر و سلاح و خللدار نمودن ترتیبات جمعیتی جلب شده است.